بأمر دنگ أمريكا لهولري أحمد زباري لجفينا برلماني بو إيرو وهلبت وي أو هف بيفين دقالوان أندام البرلماني كريا جبو بتر آگاهيان لسر جفينا إيرو أحمد راستوخب مرة أحمد جفين بريهار تشتي تشاوا بو وأندام دين كو دجكار كيشانا خداي أو تشت بيجن لسر في دريش كرنا دمي برلماني. بله داخل دما باش دما بینر دنگ امریکا باش من حال پارلمان کردستان عراقی نه کمک بریان نها جوینا پارلمان کردستان عراقی بداوی هات بپرانیا دنگان او هفت پارلمانتارین کو دستشکار کشانه خو پیشکش کری هاتا قبول کردن او هفت پارلمانتار هر پنج پارلمانتارین یا گروه اسلامی کردستان پیکاتموج علی حمد صالح یا گوران و هر و دکتر کاظم جنوی نوی وان هفت پارلمانتارین پشتی دستشکار کشانه خو پیشکش کری جبوی که کو در روزا 6 ماه 11 سال 2022 کو دم پارلمان کردستان عراقی هاتی درش کردن وان به نشرعی و نیاسایی قبول کرد لورا جبلی وان هفت پارلمانتاران جی پارلمانتاری که دیجی بریان هاشان عسکری دستگار کردن خو پیشکش کرد بو بهتری 15 پارلمانتاران جی بایکوت اجوین پارلمان کردستان عراقی که هر جبر درش کردن تمن پارلمان کردستان عراقی له فراکسیون د صلات بحثایی که کو درش کردن تمن پارلمانی ضروریت بوش برکو ج قوناغ نها بو وان پرزگری کو کشن نوبر الالین سیاسی درباز به پشتی چندین جوین هاتین کرنه گشتن چر کفتنا لورا جوینا پارلمانی هات درش کردن بله داخل بله باشه کی شنو وانگرت پارلمان دی جوان به پرکرن یا نه دیوالا مینتن بله داخل هفت پارلمانتارین دندوی جهوان بگرن دما 2018 کو هلبجاردن هاتین کرن هلبجاردن خولا پنجه پارلمان کردستان عراق یا گرتوا اسلامی کردستان لجر ناو که کو دگل بزودنوا اسلامی کردستان بناو برای اصلاح چاکسازی خوار را گاندبو باش داری هلبجاردن اندا کرن هند اندام پارلمانت اوین کو دستشکار کشن یک گرتوی لجهوان و اندام بزودنوا اسلامی ورن جهوان جبر کو یک گرتوی اسلامی کردستان و که حزب خواک شاندیا پارلمانتارین وان لورا بزودنوا اسلامی و جهوا بگره کمیسیون پیشکش کریه اف پنج پارلمانتاره و زورترین دنگ آنینه و جهوا پنج پارلمانتارین یک گرتوی اسلامی کردستان و بگره داخل او باش احمد اگر در فتح بس خازم آماجه بیان بله هر یک عبدالله ورتی و حسین گردچالی و کامل محمود و هر وها لیلا علی و نسرین توفیق افج بزودنوا اسلامی کردستان و جهوان پنج پارلمانتارین یک گروه اسلامی کردستان بگرنو دلیر عبدالخالق جیته گوتن که جه علی حمد صالح بگره و مهدی خاکی جو جه دکتر کاظم بگره جنوی نوی 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 خو بایکوتا جوین پارلمان کردستان عراقی کریه اف نزال کاندید نوی ورا جهوان یان جینا هر وها بله دخيل بله احمد متخاذ بزانم يعني مسألة ناشرعيتيا برلمان دريش كنا دمي برلماني هندك الان بحث ذكر نوي نوي يكي جوانا وغورانجي تشاوا اگر او للديجي دريش كنا دمي بنوي هناك اندامي دي بيخنا جهه وان كاسيت كو دس دكار كشنا خدان چكو نبتني افا هلوستي وان انداما بل كو هلوستي و فراكسيوني بگشتيا و حزب بارتيه بله داخل هن جاران هن اندام پارلمانت دنابان فراکسیونان دا پیگیری به بریارن پارتین خو فراکسیون خو حزب خانه کن بونمونه عثمان کانی کردی فراکسیون کمال اسلامی کردستان کو کمال خو بایکوت جوین پارلمان کردستان کدیه ل اوهات پارلمان کردستان و بایکوت شکاندو آماده نبو بچه جربار وان داخوازی وان بریارن حزب خو لورا حزب واجی بریار دکو وی تو چوب پیوندی به فراکسیون ونینا و جی باشداری د جوین اند کرو او د بیجه از دبینم حلال نینه جبو من از بایکوت بکم و موچه پارلمانتاری ول بگرم لورا من باشداری د جوین پارلمان داکریه وک من آماجه پیدای او کاندید نوی نوی هه نزل لجبر کو نوی نوی بایکوت جوین پارلمان کریه ل داخل او کمیسیون بالا سربخوی البشارتن ناوان پیشکش دکیم کو پرانیا دنگان به دست خو و اینان او جوان پارلمانتاران احمد او آماده نبون و کسی دنیا کو زورتین دکانی بله سپاس احمد هند دم ردد مع احمد زباري بأمر دنگ امريكا لهولير اللي بيش برلماني هرم كردستان العراقي بمرة سپاس